خدای متعال میفرماد بندگان شکرگزار کمن چون انصافاً کمن. یک جوان میگه مگر میشه آقا من این همه مشکلات دارم، این همه گرفتاری دارم، چطوری شکر کنم؟ جوان عزیز، من یه فردی رو به شما معرفی میکنم، خوب گوش بدید، اینو عجیبه، قشنگه، که قبل از این که از مادر متولد بشه پدرشو از دست داد. به دنیا آمد 6 ساله شد مادرشو از دست داد. 8 ساله شد بزرگترین پشتیبان پدر بزرگشو از دست داد. در اوج نیاز به دلسوزی و غمخواری و همدردی همسر و عموشو از دست داد. رفت پیش یک قومی دعوتشو قبول بکنن، با سنگ و چوب به جانش افتادن، چنان زدنش که دیگه زانوها و پاهاش نمیتونست جثه مبارکشو حمل بکنه، زانو زد افتاد. اومد تو مسجد الحرام نماز بخونه، پشت کمرش شکمبه و نجاست شتر انداختن. از خونه میخواست بره بیرون، رو سرش گرد و خاکستر و خاشاک میریختن. 3 پسر داشت، هر 3 رو در ایام نهالی ازش گرفت. 4 دختر داشت، 3 تاشو گرفت. بهترین عموشو جلوی چشماش تکه تکه کرد، خودش رو تیربارون کردند. بدترین جنگها رو بر او روا داشتند. با این وجود شبها بلند میشد، اونقدر نماز میخون که پاهاش ورم میکرد. یه صحابه سوال کرد یا رسول الله چرا اینقدر خودتو اذیت میکنی؟ تو که به حد کافی اذیت شدی. میدونی چه گفت؟ گفت افلا اکون عبدا شکورا، من بنده شکرگزار خدا نباشم؟ من اگر تا صبح نماز نخونم چطور شکر این همه نعمت کنم؟ آهای کسی که میگه من مشکلات زیاد دارم، یه لحظه بیا خودتو مقایسه بکن. از کدوم مشکل؟ اگر مشکلت نداشتن فرزنده که 6 فرزندو از دست داد، اگر مشکل نداشتن پدره که پدر رو قبل از به دنیا آمدن از دست داد، اگر مشکل نداشتن همسره که بهترین همسرشو در موقعیتی که نیاز داشت از دست داد، اگر مشکل سلامتیه که سلامتی خودشو فدای همه ما کرد، ولی یه جمله میگه افلا اکون عبدا شکورا. شما چی دارید میگید؟ من اگر شب بخوابم، اگر راز نیاز نکنم، چگونه بتونم شکر نعمتهای الله رو به جا بیارم؟ از کدوم مشکل حرف میزنیم من و شما؟ چرا نمیبینیم این همه نعمتی که دور بر ماست؟ حقیقت ما خیلی بی انصافیم. یه لحظه دقت کنیم کجا داریم میریم. انسان مؤمن بایستی در هر لحظه شکر نعمتهای خدا رو به جا بیاره به معنای واقعی.